شام 20 ینور سال 2024 در یک صدمه پرقربانی در ولایت ساراتوف 3 شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده، 6 تاجیک دیگر جراحت برداشتند. در این باره رسانه‌های روسی از جمله ریا نووستی با تکیه به مقامات ولایت ساراتوف خبر داد. قبلا حکومت ولایت خبر داد که شام شنبه 20 ینور ساعت 19:33 دقیقه به وقت محلی در نزدیکی دهه مونینای فیودرو یک ماشین فوره با مینیون یعنی میکرواتوبوس تمغه خوندای و ماشین بورکشه تمغه گزل برخورده است. اول درباره هلاکت 2 نفر خبر رسید، ولی بعدا گبدده یا پلیس روی ولایت ساراتوف خبر داد که راننده و 2 مسافر خوندای به هلاکت رسیدند. 6 مسافر دیگر این ماشین جراحت برداشتند. درباره آسیب دیدن رانندگان یا مسافران فوره و گزل خبری نشر نشده است. دوستان ولایت ساراتوف بدون ذکر نام کشور گفت در نتیجه صدمه در شوروی فدرالی A298 که از شهر انگلیس تا مرز قزاقستان طول میکشد، شهروندان یک کشور خارجی آسیب دیدند. همصحبت ریا نووستی گفته است که راننده و همه مسافران مینیون شهروندان تاجیکستان بودند. مهاجرانی که در روسیه کار میکنند از جمله مهاجران تاجیک مجبورند هر سر چند وقت مرز این کشور را عبور کرده دوباره برگردند تا که بود و باش و فعالیت کاری خود را در روسیه دیگر باره از سر خط از صفر آغاز کنند. مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی به این مقصد هر سر چند وقت از مرز روسیه با قزاقستان استفاده میبرند. متاسفانه از راههایی که به سوی این مرز میبرند به خصوص در فصل سرما خبرهای زیادی درباره به صدمه‌ها از جمله به صدمه‌های مرگاور دچار شدن ماشین‌های مهاجران به دست میرسند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر و تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و خصوصا به روسیه به مهاجرت کاری میروند. هر سال در روسیه به علت‌های مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک میمیرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود.